الرحمن الرحیم. سلام آقای دکتر، من افغانستان هستم. نه بگیم من از افغانستان هستم. شما چرا اینقدر از طالبان دفاع میکنید؟ مگر احمد مسعود به خاطر چی به طالبان جنگ میکند؟ احمد مسعود جنگش با طالبان بسیار بسیار اشتباهه. من روز اول نصیحت کردم، مقطع فرستادم. احمد مسعود مزدوری دیگرانو که سابقا مزدوری کردن تکرار میکنه و اسلحه برداشتن بر علیه دولت اسلامی، اگر نگم کفر نیست، شبیه کفره. کفر نیست لیکن حرامه، ناجایزه. دقت میکنید؟ اسلحه برداشتن به خاطر کرسی، که شما به کرسی برسید، مزدور فرانسه بشید، مزدور ایران بشید، مزدور اینجا اونجا بشید، مثل کاری که پدرش کرد. این کارا درست نیست. اون چی که افغانستان و ایران کرد همین بود. کاری که کرزایی کرد، افغانستان در این 20 سال ویران شد. تجربه نشون داد که 20 سال دزدا بر افغانستان مسلط شدن. خب الان طالبان جنگیدن، آمدن قدرت رو گرفتن، امریکا رو بیرون کردن، گفتن آقا ما شهر رو اجرا میکنیم. با انتقاداتی که بنده علنا از شما میکنم، شما دیدید بارها اینجا اونجا کشته بشه محکوم کردم، بارها و به خودشون هم فرستادم. همه اونایی که در لیست من هستن، چند نفری البته، براشون میفرستم. اونا میگن ما نیستیم، طالبان نیستن. دقت میکنید؟ و اعلام بر ما دروغ میگه. همه اینا احتمال هست، لیکن مسائل سیاسی رو متاسفانه این قناعت های سیاسی رو تغییر دادن آسان نیست. من خودم اگر الان افغانستان می بودم، شاید مثل مولانا متوکل ذبح شده بودم با این حرفایی که اینجا میزنم. اگر ایران می بودم سمی چاقویی فلانی مثلا، کارا دست خداست. لیکن آدم حقو بگه. شرع اینه، شرعی که ما میفهمیم اینه که جایز نیست بر علیه دولت اسلامی شما اسلحه بردارید، مگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماد الا اذا رأیتم کفرا بواها، مگر اینکه کفر بواه دیدید، روشن ظاهر، مثل ایران شرک واضح دیدید، کفر واضح دیدید، مثل افکار خمینی کفر واضحه. و تازه اینجا هم نباید اسلحه برداشت. هر موقعی که انسان نباید اسلحه برداره، مگر اینکه برای شما ضعیفی دسته برمیدارید لهله واردات میکنن، فتنش بیشتر از اونه. این فقه میخواهد، با عاطفه این حل نمیشه. مجاهدین خلق اسلحه برداشتن، چه سودی کردن؟ خیلی هم قوی بودن. در مقابل دولت اسلحه برداشتن برابر با یک انتحاره. چرا خمینی اسلحه بر نداشت؟ اینو میدونست. خمینی که اسلحه بر میداشت، شاه بهترین بهانه دستش میاد، لهله برداشت رو میکرد همه رو. لیکن با زبانی باش وارد عمل شد که نمیتونه. در مقابل دنیا دست شاه بسته. آزادی. و مگر احمد مسعود به خاطر چی با طالبان می‌جنگد؟ به خاطر دنیا، نه به خاطر دین. این واضحه. همچنان که پدرش جنگید کار اشتباهی کرد. این جنگ هایی که به هر حال این مطالب شما تغییر دادنش آسان نیست و من زیاد دخالت نکنم بهتره. شما داخل افغانستان نیستید که ببینید این پشتونا با فارسی زبان ها چیکار میکنن. اگر شما راست میگی در امارات اسلامی چند نفر تاجیک هست، چند نفر الی آخر، اینا رو با خودشون میگی. لیکن اون چی که من علنا شنیدم، همه اقوام با تاجیکان هستن، با طالبان. هم در میانشون بلوچ هست، هم تاجیک هست، هم پشتون هست، هم فارسی زبان هست. ولی خب شما این
من چطوری بگم که بدفهمی پیش نیاد. من طالبان رو میدیدم وقتی که امریکا حمله میکرد. خب اینا گناهشون چه بود؟ اومدن شر رو اجرا کنن، درسته؟ گناهشون همین، در مقابل دنیا گناهشون همین بود. چون در دنیا الان تطبیق اسلام برابر با کفر اکبره. همه چی میخوان جز اسلام. چرا؟ برای که میدونن اسلام اگه یه جایی مثل کسنجر این حرفا میزنه، میگه اسلام مثل توپ میمونه زیر دریا، تو نمیدونی از کجا سر بلند میکنه. یا به عبارت بهتر میدونند که اسلام یک جا در یک وجب از خاک پیاده بشه مثل نور دنیا رو میگیره. چون میشه الگو. چه باعث میشه که رمزی کلارک لاییک مسیحی بیاد به آقای طالقانی بگه اگه اسلامی رو بیاین ما رو در امریکا نجات بدید؟ این حرفا رو بفهمید. پشتو تاجیک فارسی بلوش نکنید، اینا به درد نمیخوره. من همین طالبان رو میدیدم شلواراشون رو میکشیدن، تیربارانشون میکردن. با همین فرهنگ، با فرهنگ قومی که اینا چی هن؟ اینا پشتونن. این فرهنگ جاهلیته، چه در لباس پشتونی باشه، چه در لباس فارسی باشه، چه در لباس عربی باشه، چه در هر لباسی باشه. پیامبر خدا علیه السلام میفرماید العصبیة الجاهلیه دعوها فانها منتنه. تعصب جاهلی، تعصب قومی رو ترک کنید که اینها ملوث، گنده، بوی گند میده. این که کسی دنبال فرهنگ تاجیکی باشه بر علیه پشتون ها، کسی دنبال فرهنگ پشتون باشه بر علیه تاجیک ها، پس اسلام برای چیه؟ این فرهنگ ها که همیشه بوده، این آداب و رسوم که همیشه بوده. کاری درست کرده جز جنگ، جز فتنه، جز فساد؟ قرن 18 همه اروپا هم جنگ همین فرهنگ هاست، جنگ قومگرایی هاست. قرن 19 همش و دولت قبلی از زمان کرزایی تا غنی دولت های مزدور بودند، اگرچه اسم اسلام می گرفتند ناچار شدند اسم اسلام می گرفتند، بلکه ملت افغانستان ملت مسلمانه، برای که بهانه رو از دست طالبان بگیرن، از دست مجاهدین بگیرن. لیکن اشکالی رو که بنده در طالبان میبینم و بارها گفتم اینه که اینا نمیتونند بقیه مجاهدین رو جذب کنند. اگر حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، بقیه گروه اسلامی رو با خود جذب میکردن، همون سعی صدری رو نشون میدادن، همون سعی صدری رو نشون میدادن که با بخشش رژیم سابق مثالی شدن در تاریخ. یک رژیم رو به من نشون بدی در تاریخ اسلام غیر از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که مخالفانش رو بخشیده. عباسیان اومدن ریشه امویان رو کندن، اطفالشون رو کشتن و هاکذا بالا پایین داره. فقط امویان رفتن اندلس، 8 قرن در اروپا حکومت تشکیل دادن، دنیا غرب رو روشن کردن. طالبان اگه بخواند حکومت کنن جز با سعی صدر نمیشه حکومت کرد. خمینی با این سعی صدر مردم رو فریب داد. فریبکاری های خمینی نباید تکرار بشه. خمینی در اول انقلاب با این حرفا، با این سعی صدرها ظاهرا مردم رو فریب داد دیگه. قدرت که نشست همه رو دروغ کرد. این کاری نکنید. شما همون بخششی را که اعلام کردید اولا بهش عمل کنید. مخفیانه اینو آنو نکشید. مثلا میگم طوری که حرفایی که دشمنان شما میزنن نمیدونم تا چه حد راسته، اما اسلحه برداشتن بر علیه دولت مسلمان بزرگترین فتنه. این شمشیری که از زمان عثمان از غلاف اومد بیرون دیگه نرفت تو. حضرت عثمان باب این فتنه بود، بسته بود این بابو. بعد از اون این باب شکست، این در شکست. و این مسائل بسیار بسیار حساسه. فقیه میخواد که اینها رو شرح بده، نه مثل بنده طلبه. افرادی مثل دورینی میخواد، افرادی مثل
شیخ بن باز میخواد، افرادی مثل شیخ البانی میخواد، افرادی مثل شیخ صالح فوزان میخواد. هر کسی که مخالف شد دست به اسلحه بگیره. این کارا چیه؟ این کارا احمقانه هست بجا خودش. در اسلام اینا جایز نیست. بله اون به نام نوا خودش میرسه، با عنوان مقاومت تلویزیون لایک علمش کردن، دنیا غرب علمش میکنه تا در افغانستان فساد ایجاد کنه و این کار درستی نیست. اگه یک پشتون هم اسلحه بلند کنه من همین حرفو میزنم. مثال عرض میکنم. مثال اگر آقای حکمتیار الان اسلحه دست برداره بر علیه طالبان من همین حرفو میزنم با وجود که پشتونه و خطبه‌های پارسیش که برام میرسه گاهگاهی بسیار بسیار عالیه. من تا حدی که امکان داره سعی میکنم در این مسائل خیلی دخالت نکنم، کلی حرف بزنم. دقت میفرمایید؟ بلکه مثلا افغانستان بنده متخصص نیستم. آقای سجودی این مسئله خیلی بهتر میدونه از بنده چون اونجا زندگی کرده.